که اسم دومه. ساخت ماشین بازی ایران خوش اومدین. همونطور که میدونین قرار ماشین سررنگو رو درست کنیم و این قسمت دوم پارت 1. رفتم سراغ بریدن قسمت عقب لوسیفر که از پراید سبا تبدیل بشه به پراید نسیم. پس پارچه رو انداختم تا خاک ارده خونه رو احاطه نکنه. از این به بعد فقط با چوب کار داریم. یه تیکه چوبو بریدم که بعد بهتون میگم برای چی. بعد از علامت گذاری‌ها شروع کردم به بریدن و قسمت عقب رو کاملا جدا کردم. فعلا هم نیم قدم به پراید هاچبک نزدیک شدیم. برای طراحی سپر عقب به الگو نیاز داشتم، پس سپر خود سبا رو بریدم و بعدش هم با بدنه میزون کردم. اون طرفم به همین شکل رو بریم سراغ طراحی سپر عقب کره‌ای ماشین با کلی دردسر و اندازه‌گیری. بدون داشتن هیچ طرح قبلی طراحی سپرش رو انجام دادم. همون وسط متوجه شدم که یه ستون لازمه که ماکت و قرص و محکم نگه داره و ساختن. چون جزئیات کار زیاده پس خیلی سریع پیش میریم. من سریع طراحی کردم و قسمت سمت راست و سمت چپش رو بریدم تا میزون بشه. زمان برد ولی بالاخره شد و چسبوندمشون کنار هم چون وقت طلاست. باورت میشم یه تیکه چوب قرار بشه سپر این ماشین. حالا نوبتی هم که باشه نوبت برجسته سازی سپر کره‌ای مونه که وای انقدر چسبکاری و سنباده کاری داشت که علاوه بر پوست اون سپر کنده شد، پوست سر انگشتای منم کنده شد. کامل یه تیکه درستش کردم که وقتی اون بغلا رو ازش بریدم کامل یک دست بشه. خلاصه بریدمش و یه سری قطعای اضافه هم واسش درست کردم از همون بخش و بهش چسبوندم. نتیجه سپر شد این چیزی که میبینیم. توی قسمت بعدی پرداخت میشه و میره روی ماشین. تویی که تا اینجا اومدی یه ماشین باز واقعی، پس منو فالو کن تا تو شلوغی اکسپلور گمم نکنی.